آقا اینو که بهتون میگم تصور کنید یه نخبه شیمی هستی که یه استاد دانشگاهی با یه زندگی شریف، ولی میخوری به مشکلات اقتصادی، بیپولی، مشکلات روانی، مشکلات خانوادگی در اثر همون بیپولی. تو باشی چیکار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ میدونی نخبه‌ای ولی کاری از دستت بر نمیاد چون قدرتو نمیدونن. چیکار میکنی؟ خوش اومدین به معرفی یکی از برترین سریال های تاریخ که خودم به شخص دیدم. بریم تریلرشو ببینیم و برگردیم. Lung cancer. Inoperable. A man provides for his family. You want to cook crystal meth? That's right. You know the business, and I know the chemistry. This is pure glass. You're a goddamn artist. You're onto something special, and I would like to be a small and silent part of it. I will kill your wife. I will kill your son. I will kill your infant daughter. We're gonna start cooking again. Who is it you think you see? I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No, I am the one who knocks. Either we're all going home and none of us are. We're done when I say we're done. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. صدرا هستم و خیلی خوشحالم که میخوام براتون یه ویدیو دیگه رو هر دفعه باید یادآوری کنم منم هستم داداش. در کنار آقا کاوه هستیم. کاوه جان سلام علیکم. خب همه بچه‌ها تریلر رو دیدیم دیگه، قطعا همتون یا اکثرتون حد زدین که این سریال چی میتونه باشه. من باز هم نتونستم حدس بزنم. اکثرشون گفتم عزیزم تو یک مقدار از نظر عقلی لول پایین تری از سطح اجتماع داری. ها هیچ عزیزم. آره داشتم براتون میگفتم داستان در مورد یک نابغه شیمیه و همون جوری هم که تو تریلر دیدین و احتمال قوی اسمش رو حدس زدین، داستان ما در مورد سریالی نیست جز سریال بریکینگ بد. خب داستان در مورد یک استاد دانشگاه شیمیه به اسم والتر وایت که یک نابغه شیمیه ایشون و سرشار از نبوغ، ولی به علت مشکلات مالی آقا کاوه، مشکلات مالی فشار ناشی از مشکلات مالی و خانوادگی باعث میشه که بره به سمت کارهایی که اصلا بهش حتی فکر نکرده. اون حالا یکم اسپویل هم براتون بکنم، در یکی از قسمت‌های اولیه‌اش با یکی از شاگرداش روبرو میشه. جسی پینکمن. آفرین، جسی پینکمن. حالا ایشون چه کاره بوده؟ دانش آموز ایشون بوده و الان ساقی آمفیتامین یا شیشه خودمون. شیشه. وای به این شیشه. واقعا من خودم یه مدت شیشه فروش بودم. شما نصاب شیشه بودی. دقیقاً نصاب شیشه بودی. خب بچه‌ها داستانش اینجوریه که ایشون با جسی پینکمن همکاری میکنه و آزمایشگاه و به اصطلاح آشپزخونه میزنه، آشپزخونه شیشه. چرا؟ چون که دیگه واقعا توی اون دوران یا حتی این دوران هم بخوام بهتون بگم با استاد دانشگاهی به هیچ جا نمیرسی، حتی اگه نخبه باشی. خب ایشون یک باجناق داره به اصطلاح ما. باجناق ایشون، حالا معنیش هم بخوام باجناقو بهتون بگم، میشه که دوتا دوماد در یه خانواده هستن. آفرین. باجناق ایشون پلیس مبارزه با مواد مخدره. یه سری پارادوکسایی تو این سریال اتفاق میفته، یه سری اتفاقاتی میفته، این دوتا با هم حتی همکاری میکنن. والتر وایت یه سری نقش جلوی ایشون بازی میکنه که نشون بده آدم خوب است. حالا من به صورت کلی داشتم براتون میگفتم، اگه بخوام به صورت جزئی براتون بگم داستانش خیلی طولانیه و یه سری شخصیت ها، یه سری بازیگرایی هستن که واقعا نمیشه اسمشون رو نیورد، مثل ساول گودمن
کیه؟ یک وکیلی که تمام کثیف، یک وکیل کثیفی که تمام این مافیاها رو نجات میده. و یه شخصیت دیگه به اسم گاس فرینگ، یک کله گنده که زیر پر والتر وایت و جسی پینکمن گرفت و خیلی آوردشون بالا تو این صنعت. حالا اون آشپزخونه دعوا داغونی که تو بیابون داشت تو اون ون و حالا نگیم اسپویل هشتگ اسپویل. آره خیلی بزرگشون کرد. ولی والتر وایت هم خودش کم عددی نشد برای خودش تو این سریال. Say my name. از اون دیگه همتون تیکه هاشو تو این سه احتمالاً دیدین، از اون پولای کلون و گنگ شدن و قبلا شلوارشو به زور میکشید بالا ولی تهش میاد بزرگترین مافیای مواد مخدر رو میکشه. البته درسته که یه سری اتفاقا میفته و خودش هم این راهو ادامه میده و به قهقرا میره، ولی خیلی داستان جذابی داشت. فیلم برداریش باحاله، نویسندگیش فوق‌العاده جذابه، داستانش فوق‌العاده قشنگه. از جسی پینکمن که یک دانش آموز بود و به چه راهی کشیده شده، چه جنسی میفروخت که هیچ کسی حتی خریدارش هم نبود، حتی دوستاش، تا اینکه شد یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه، تا اون باجناقی که نابود شد، زدنش و حالا یه چیزای جالبی که توی این سریال من دیدم به نظر خودم اینه که هم خوبیای این کارو نشون میده، یعنی اینکه چقدر پول جابجا میشه و چقدر زندگی طرف عوض میشه. همین که خود جسی خب معتاد بود، درسته؟ آره. و نشون داد که مثلا این قسمتی از فیلم به چه کثافتی کشیده شد، چه قتلی انجام داد نگیم. آره حالا فعلا قراره که دوستان ببینن، حالا اگر که ندیدن و نظرشون رو برامون کامنت کنن. خب حالا اون قتلی که میگه انجام داد به نظر من والتر وایت باعثش شد، ولی خب حالا بالاخره کسی که قتل انجام میده اون گناهکاره. خب بچه‌ها داشتم براتون میگفتم جسی پینکمن یک فرد خیلی عادی، یا حتی همون والتر وایت یک انسان شریف، یک کسی که اصلا تو مخیلش نمی گنجید که بخواد مواد درست کنه، میرفت تو کارواش شاید کار میکرد، شاید میرفت نمیدونم باغبونی میکرد یا هر کار دیگه ای که فکرشو بکنین ممکن بود انجام بده، ولی اومد از استعدادش استفاده کرد. حالا تو راه غلط که بحثش جداه، ولی زندگی خودشو ساخت و نابود کرد. ته این داستان اینه، ته این داستان اینجوریه که آقا این زندگی تو میسازه باز هم زندگی تو میسازه و باز هم میسازه، ولی یک جایی محکم میخوری زمین و دیگه اون موقع خیلی با کجا دقیقا؟ با سر. آره مرسی. آره خب اونم بالاخره یه نوعی سره. وسط های کار از یه شخصیتی اسپورت که من میخوام یه چیزی در موردش بگم. کی؟ ساول گودمن. سریال بدر کال ساول اونو دیدی؟ ترجمه فارسیش هم بگو. میشه فکر کنم بهتره با ساول تماس بگیرید. تقریبا دیدم، کامل ندیدم. این سریال نمیدونم چند تا فصلاش خیلی زیاده ولی و کامل داستان همین گاس فرینگ، حتی والتر وایت، همه اینا توش هست کامل. جالب، خیلی جالب. من میگم یکمشو دیدم، خیلیشو ندیدم. و اینکه در مورد جسی پینکمن هم یه اسپین آف اومد بعد چند بودن 3-4 سال پیش فکر کنم، درسته؟ آره همین چند سال پیش اومد اسپین آف جسی پینکمن. اصلا کلا بریکینگ بد. آره رو شخصیت جسی پینکمن. آره خلاصه بچه‌ها حتما این سریالو ببینید، نظرتون رو بهمون بگین اگه دوست داشتین. نگفتینم نه بذار بگن. بگن. آره بگین. کزم قیز کنم. بله. تعریفا خونده میشه، پیشنهادات خونده میشه، انتقادات حذف میشه، اصلا نمیخونیم، اصلا نیازی نیست انتقاد کنیم. اصلا جنبه انتقاد. آره ما اصلا جنبه انتقاد نداریم، ممکنه بیایم در خونه‌دون. آره ببینید، نظراتتون رو برامون کامنت کنید و امیدوارم که راضی بوده باشید.
بچه ها حقیقتا ویدیو قبلی ما یکم کم شد. یکی از دوستان یه رازی رو به هم گفت یه اسمو به کار ببر، ویوات اصلا سر به فلک میکشه، اینجوری میره بالا، اصلا میره صدر اخبار اصلا. آره. کلمه چی بود به نظر؟ این کلمه جادیه، میخوام با هم بگیم. کاوه کلمه چی بود؟ 1 2 3 علیرضا بیرحمند. مرسی بچه ها، خدا نگهدار.